در موج برنامه اطلاعاتی خبر. توجیکستان انتقال سلاح از توجیکستان به پنجشیر را تکذیب کرد. صحبت پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان با شوکت میرزیویف قبل از جلسه با پرزیدنت‌های کشورهای عضو سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی. در توجیکستان کاهش سرایت به کرونا ویروس به قید گرفته شد. آمار تازه وزارت. آیا روسیه به افغانستان نظامیانش را میفرستد؟ پاسخ وزارت خارجه. طالبان هیئت برای مذاکره با پنجشیر روان شده است. با شرح بیشتر این خبرها با شما هستم مرتبه رحمان و سلام. توجیکستان اطلاع انتقال سلاح و مهمات جنگی را به پنجشیر تکذیب کرد. خبر می‌دهد ریا نووستی در استناد به یک منبع آگاه در ساختار قدرتی توجیکستان. پیشتر یک رسانه افغانی هرات تایمز خبر داد که گویا جبهه مقاومت پنجشیر از توجیکستان طریق چرخبال‌ها سلاح و مهمات جنگی گرفته است. در همین حال منبع سپوتنیک توجیکستان از جبهه پنجشیر این اطلاع را رد کرد. ارتباط هوایی بین توجیکستان و پنجشیر راه اندازی نشده است، گفت نماینده جبهه. سپس دبیر کلی سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی استانیسلاو زاس اظهار داشت که از انتقال یافتن سلاح و همه گونه مهمات از توجیکستان به پنجشیر سازمان اطلاعی ندارد. پنجشیر یگانه ولایت افغانستان است که تحت نظارت جنگیان نیست. جبهه در یک ولایت کوهستانی در شمال و شرق کابل فعال است که از جهت اهالی و مساحت خردترین در کشور است. پرزیدنت جمهوری توجیکستان محترم امامعلی رحمان با شوکت میرزیویف مسائل مبرم همکاری‌های دوجانبه و وضع منطقوی را مورد بررسی قرار داده به وضعیت ناآرام افغانستان اهمیت خاص ظاهر کردند. خبر داد کاتبات رسمی رئیس جمهور توجیکستان. منبع تفصیلات صحبت را ارائه نکرده است، اما این گفتگو در حالی برگزار شده است که 20 آگوست جلسه غیر نوبتی سران کشورهای عضو سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی برگزار می شود که ازبکستان شامل آن نیست. وزارت امور خارجه توجیکستان میگوید در جلسه غیر نوبتی شورای امنیتی دست جمعی سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی در شکل ویدیو کنفرانس وضع در افغانستان و تاثیر آن به امنیت کشورهای عضو سازمان، اینچنین واکنش مشترک مؤثر به چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی فرامرزی بررسی می شوند. بر اساس اطلاع رسمی در همایش رهبرانی دولت و رئیس جمهوری بلاروس الکساندر لوکاشنکو، پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان و دبیر کلی سازمان اهنامه امنیتی دست جمعی استانیسلاو زاس اشتراک می کنند. وزارت تندرستی توجیکستان امور نوی گرفتاری، تبابت و مرگ از کرونا ویروس را که در 24 ساعت گذشته ثبت شد نشر کرد. بنا به اطلاع منبع طی شبانه روز آخر 45 حالت نوی گرفتاری آشکار گردیده است. در این قیاس روز گذشته 49 مورد به قید گرفته شده بود. همزمان وزارت تاکید داشته است که در دوام شبانه روز اخیر کسی از این بیماری جان نباخته است. همین طور تعداد عمومی جان باختگان به 124 نفر باقی ماند. در مجموع از اولی به قیدگیری تا امروز در کشور 16468 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته شده. از این شماره تا سنه ذکر گردیده 16239 یا اینکه 98.6% شفا یافتند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی توجیکستان از تمامی ساکنان کشور دعوت کرده است که در جایهای جمعیتی قاعده‌های پیشگیری کننده بیماری کرونا ویروس را قطعاً رعایت نمایند. اولگ سیرومالاتوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، گفت برای روسیه مسئله فرستادن نظامیان به افغانستان مبرم نیست. وی تاکید کرد که ورود نیروهای روسیه به افغانستان به منفعت مسکو جوابگو نیست. وضع نظامی و سیاسی افغانستان در ماه ایون در پس منظر خروج نیروهای آمریکایی شدت یافت. خصوصا زد و خورد شدید میان نظامیان افغان و جنگجویان گروه طالبان در نزدیکی مرزهای توجیکستان و ایران صورت گرفت. در میانه ماه آگوست جنگجویان طالبان کابل را اشغال کردند و وارد قصر رئیس جمهور شدند. در نتیجه اشرف غنی پرزیدنت این کشور استعفا داد و کشور را ترک کرد. سپس در افغانستان حکومتی دوره گذشته به رهبری احمد جلالی، وزیر سابق امور خارجه این کشور تأسیس داده شد. سردار دفتر سیاسی طالبان در قطر مولا برادر رهبری این کشور انتخاب شد.
سهیل شاهین سخنگوی طالبان گفت که آنها یک هیئتی را برای بررسی وضع این ولایت به پنجشیر فرستادند تا که با امرالله صالح و دیگر بزرگان پنجشیر ملاقات نماید. اطلاع داده از سپوتنیک افغانستان. قبلا طالبان اعلام داشتند که اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و معاون اولی رئیس جمهور امرالله صالح را عفو کردند. راهبران این گروه گفتند که اگر این افراد خواهند میتوانند به وطن برگردند. راهبر طالبان گفت میان طالبان و اشرف غنی، امرالله صالح و حمدالله موهب مشاور امنیتی ملی هیچ خصومتی وجود ندارد. در همین حال ذبیح الله مهاجد سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز ضمن تایید محاصره ولایت پنجشیر تاکید کرد که این گروه تلاش دارند مسئله را از طریق مسالمت آمیز حل نمایند. مجاهد گفت که شاهراه سلنگ نیز برای حرکت نقلیات باز است و تاکید کرد که طالبان تلاش دارند مشکل را با راه صلح حل نمایند. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قهرمانی ملی افغانستان به تازگی اعلام کرده است که برای صلح با طالبان و تشکیل حکومت مشاورتی تمایل دارد، اما تحمیل روز و استفاده از سلاح را نمیپذیریم. طالبان اعلام کرد که همه مقامداران دولتی سابق افغانستان از جمله اشرف غنی را عفو کردند و به آنها اطمینان دادند که میتوانند برگردند و در افغانستان زندگی کنند. سامیان عزیز، همینجا رسیدیم به فرجام برنامه اطلاعاتی خبر. تا برنامه‌های دیگر تنسیت و پیروز باشید. خیر. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.